ما اگر بخوایم یه جنس ماشینی مثلا 30% تمام بخریم یا بخوایم بفروشیم، جیبش میره برای دولت، سودش میره برای دولت، ضررش برای کیه؟ برای ما، منافعش برای کیه؟ دولت ضررش برای کیه؟ برای ما آدم ها. آقا ما نشستیم فکر میکنیم آسمان ریسمون میبافتیم، 2 تا 4 تا میکنیم، میگه اگه آقا مثلا می‌نویسیم آقا هزینه سفر مثلا به کربلا، به شمال، به مکه مدینه الحرام، به مدینه، به بدان بوسات. خب این بابا این هزینه خیلی این گفته. شما الان بیرون برید میگن گدا رحمت به خدا. حالا ما گدایی میخوریم سودش میره برای دولت و این دولت چکار میکنه؟ اون سودو برای خودش کار میکنه، هزینه خودش میکنه که جیب ما خالی باشه. که الحمدلله همیشه پره. خب این باعث ضرر ماست. هی داریم دفتک پارو میزنیم، این هم داره میگه خب من که دولتم، اختیار دستمه، هر کاری بلدم بکنم، میتونم دوست مردم رو بکشم. بابا نقش اسرائیل اینجا چیه؟